قرار دیگه خدمتون توم رفت. جدی؟ مرم تو اگه مثل آدم خدمت کردی 6 ماه پیش میاد خدمتت تموم بشه، نه الان. نه ما عین آدم خدمت کرده بیوم. خب همه مثل بعضیا نیستن که پاشا رسی به روستا سری برفتن به چسبین به یعقوب، بعد دخترش گرفتن که به هوای همو ازدواج کسری خدمت بگیرن. الان به گردای خانواده به چسبیایی داری تغذیه همینی داماد سرخنه. تو فکر کردی من به خاطر کسری خدمت رفتم زن گرفتم؟ پس بری چی؟ برای حقوقش رفتم زن گرفتم. بعدشم وام ازدواج و 5 تومن بود زدمش به خرج متونم کردم، وگرنه کرمو دخترا برام از صف میکشیدم. صف میکشیه طویل. زحمت همین 5 تومن کارتی که از ما خریدیرم بده. چه؟ این 5 تومن کارتی که اومدی از مغازه ما گرفتیرم بده. کی؟ 5 تومنش میگی بده. پر ما رفاقت ما خیلی بیشتر از این یعنی ارزش تو داره. ببن بابا، ما با تو رفاقتی ندارم اصلا. درست صحبت کو. یک پول قرض بدیه اون به سید دارم مال میرم مسجد ازش پس بگیرم. چی؟ بعدش میام پول تبد متون. سید از تو پول قرض گرفتی؟ یه چند تو پرچنه ایون. اهالی محترم روستای برجی شوخی کردم چی سریع اعلام منه.